دو زلفانت بود داری رو با جان چی میخوایی از این حال خرابون جان تو که با ما سری یاری نداری جان چرا بلبل نمیاد یه به سیل مایی جان میدانم لیلی جان تو بی وفایی میدانم لیلی جان تو بی وفایی کجیر برا رشته نجان جیره آیالا کلان لیلی تو هم مدام سوال بدم از دم لیلی بفرما عمر کو کجیر یک نیکی بکو برا بیا برای این مدر برقمار بخونه خاطری که همه بچه خاله پیش محرام میخوره خیر بینی مدر برقش ما چه کار شده مدر برقش بخونه پول آماده قصب برق بیا آمده قصب برق بیا آمده میگم ما کمتر برق ما منجگاه و تصفیه شونده یه که من هرچه مثلا میگونم خاطر که هر کسی میارم یکیت میگه یکیت میگه یعنی یه لگو راست و دروغ بپیتی میتر برقش ما کجا هسته به تصرا با بلنده خب مقدت من نمیرسه مقدت من نمیرسه او بخونم تو به سر گردن خو میکنم بابا یک آدم هوشیارتر سواددارتری بود من سوادم ندارم من نمیفهم برارم برو یکی دیگه اوش که میرم از اون باشه خیلی آدم دست برو پا برایم میارم از اون اشته یعنی حق ناحق میکنه نه بابا گردن تو من اگه لنگم دروغ بگه گیله دل خودی آدم خوبی نفته دل خیاه خودی برو بشوری بشوری نکو نه مرد من دل که یخ میکنه روزه بدانی همه براتن گوش بی من گوش و گل موشیه وکی بکر که باید بیایی وکی سیهی نری خودی کنی گلی خود لله یک دیگه بیا برانم لله سابقه ما برم پیش میلیلا برو بخیده کچی رو شروع میشود تا همسای ما نمیشوی میلیلا برو آجا همین بیا چیز برقام تشخیص بده همین تشخیص بده بلان همین چه کنه چه نمیشه میره کار چه کار میشه دیگه گیلک تو از خود کار روزگاری نداری چرا که مردم تو از کار می‌نزی می‌بینی از این برنامه اداری دارم از این برای گندم میدم تو از این مسئله کدی که تو وقتی بیا اینجا بیا تو بیا بریم من برقم تشخیص بده چه کار تجیغ میکشی همین برقم تشخیص بده خاطر میره مگه حرام میخوره چی تشخیص بده غاز به برقه قبض برقه عباس جان این بیکاره 10 تا دیگر هم از کار میندازه اگر کار داشته باشه برات دیگه پاله میگرده چی میگه من اینو غاز بده که تو سردل خیلی داری کوکا مغز کار برو که چی بگم تو بیا مدی چی میگی گیلک تو شما اصلا نمیفهمم تو چی میگی چی بگم تو تا دل گپ خوب بگو ما بفهمم امی که تو نخوندی گفتی مگذره آره تو بیاد که متا باغ تو دو ماه پیش گیلک ها تو عمود افهم بیا مدی مر بزرگ بدیش بودی تو بیا برو متا باغ مار بخون برفتم بخوندم نه تو قبول داشتی نه هم مدر رمضان خاله تو بالا کم بیاد که بیا متا باغ مار بخون خب آروم میخورم برو کاکا جی برو برات تو هم کار تو فهمیدی میری در بخش ما که دیگه تو بخون کاش میکنی میری ساعت شما دیگه برو برات کار برو گیلا خوتی تو دیگه برو سگلیش نیه سگیری شد برو اله کرد ما یک ساعت مدار صدا تو هم بیاری بیا بریم غاز برق بخو 20 اما تو که میشن میدم گیلات می محمود افا بخونو که چیکارش کدوم یک شما قبول کردین کوواله برم بخونو آروم نمیخورم اینا و چی فهم کارم نمیخورم چه میتا باغ چه بیارم مردا قربستان بیارم من خامور رمضان که مجگا میخورن که دروغ نمیگه به تو بابا دروغ میگه تو اون دفعه نگو اون یونانی میگه چه کاره برو گیلک برو عمل کار میگه برو ای بی وفا یادم نکردی آی ربابه جان دل کبابه و کاغذ نامه شادم نکردی آی ربابه جان دل کبابه السلام علیکم میگن یه خیلی سلامت چه راستی شکر سلامت شغلم غاز دیری با امیدم کمک بکرد و برو پیش چیز به آتش تروری کنم بودم خب شغلم یک کاری بکن چیز بیا بریم این مدل برق من سنکو بخونن همین مدل برق من بخون خاطر کمی بچه خاله به چیز قبول ندارم من مدل برق تو ها بهتر برق تو چی؟ بهتریو ها این که من
چله خب بک سواد ندارو دیونه میفهمی خب بره اینا بگذاری میگه نانی ما بخورم بره نانی ما تش میگنه ایلا چه کاره؟ سلام علیکم خوب سلامت جان شما جانه شاغلام میاندم مثلا بخوره لالا ایلا بعده ابرو مرتو با تعمی دی ببردی ما از دلسوزی خوب تور بیاوردیم به می سرا آوردیم میتر برق هر وقت که قبض برق نمیه شاغلام تو ازی باز هم هوشیارتری این 10 نفر میاره به سر میتر میاره که پا ما سر آدر قبول نداره که شما دروغ میگین شما پلا ما پلا استنم یک میگه میسلی پیگم موسا میسلی پیگم یک از دیگه سایکو هم 980 ریپه تا 20 ریپه کم از ریپه فرق چی چاره چیز این رسی گفته که شاغلام بله 3 سال 5 سال من میجگاه بشینم هر روز من دروغ میگن خب بیا چیز کن نه یک کاره بکنیم همین گیله کم که هست ببینیم مثلا کمک سواد کمتره حق ازی به سلمون رو نخوریم خواهش بکنم با شما گیلا اگه به این 5 سال من از تو کرایه نمیستوندم سال 20,000 که حساب میکردی 1 لک ریپه میشد منتها ما دلسوزی به تو گفتن خیره باشه بیام اینجا هم پول متر برق خود تحویل که اگه دیشتی یا ندیشتی خب باشه دیگه خدا بیامرزه پیه تو گفتم که گیلک خودت نمه چی بیری نکنی گیلک ما و پیه تو دست بیریری دیشتیم از این کشی خاله من بدم دست بیریری خدا بیامرزه پیار مه حیف می پیار مه که خودت تو دست بریری دیشتر با این شاغلام که از تو 70 تخته کمتر داره این بی سواد ایر به کجا میبره بنا بفهمو خود درجه امی چیزه میفهمه که امی مدر برقه تو حال مدر برق تا متر برق فرق نکردی با یک دیگه از خود خود بدتر می ببری برو شاغلام سکن متر برق چند بفهم با بالا باور کنید میفهمه خدای یه مال هوشیاریه دو تا شما هوشیاره میفهمیده بره بگید لک جو منو بگذارم کاسه حقتون بخوره آغار دیدی لالار دیدی شاغلام جا گفتی چنده شده چه کار شد بخونده آب خود بیا شاغلام بیا چنده شد بگو راست خو میگم شما نه بابا تو کار رو نه بزو کار دارم 2,75,000 2,75,000 پیشکش مدر تو دیگه خود دوله میفهمه من امیر قبول دارم دیگه خدای خوب آدم قبول داری برو 2,75,000 به 2 سال خلاص میکنی به 2 سال به 200 سال برو چرا پس دروغ میخونی دروغ میخونی کی دروغ خود نبود 2,75,000 نوشته این بود بر راه میره سرپولو میره بیار دیگه تو متر برق بخونه اله ماما نورس بیامونه ماما نورس تیز بیای ماما نورس تیز بیای سبب کن گوش کن ماما نورس به جیگری بیا از من خوشحال برو برفتو ماما نورس سخت گیری کرده ما خودی عزی بچه خاله داری همه گیلک بیچاره راست بگه همه دوبار دل واسه که مثلا همه پول برق خود خوره بسه عربی بدازه آنه ماما نورس جون سلام علیکم ماما نورس بیا این مدر برق ما رو نمش این آدم متر برق خود خور نمیتونه خونده نه تو هست دیگه دو نفر دیگه من چیکار کنی ماما نورس اینا حقمه بسکینه خنکنده در بدر که من گشنگی میشه خونیم دومیرو میره این میخوره خوبم سرم خودی عزی دلسوزی نه چره خدا بیامرز پیار ما اگه پیار ما نگفتی گیر به تازمان زنده به می سرار نگاه در اکتور جل پست اکتور به تامی دی پرتای میکردم که اینجا شاه و روز به تامی سرک میبیدی آخه ایلا ماما نوروز جون سعی کنیم شما آدم کلان فهمیدیم بس همین غصب دیگه که بیامده 266 ریپیه دادم این نال میگه یکی بیامده میگه 1,020 ریپیه کم یکی میگه 975 ریپیه یکی میگه 970 ریپیه من کدوم قبول کنم مترها فرق میکنه متر شما چرخیه یا کامپیوتریه میشکشی ما برادرها با تا سفره از اینا نون خوش پیدا نمیشه متر کامپیوتری یا چرا میخندی چرخی سخت مار خودی از این مردم ده به جنجال انده چرخی و کامپیوتری با چیه فرق میکنه دیگه کامپیوتری خیلی پول برق میاره نمیگه اپا که بزی ساده بگن دیگه خوب لاره میشه بیا ماما نورس لا یا الله بریم که بخونم بریم خو اینا نمیفهم با مادر خوب بگو متر برق بخون هر روز این برق بیای من خودی تو به جنجال تو چی گرداری با بخونه دیگه
دهان به روزه تو را از این سرا و خونه بیرون اندازم به میشه وای دیگه بچه من روزه ندارم به دیشب تصوم گیش نمیدم. آخی تو که بسته می دیر بیاوردی که به این متر بخونم هلو جور نمیدی حالا خونی پیدا شه. بیای ننه بیای ماما ننه بیای. سلام علیکم پیانزه به دجستانی خیریت بخیری شکر زنده باشی سلامت باشی ننه شما بگیم بریم سعی کنیم همین میترک برق شما بخونین که ما از این جنجال فارغ شیم که اینا حق ما رای میخورم میخورم من میگم بدیدی ننه اگه با دروغ میگم ننه با دروغ میگه اگه ننه با دروغ میگه خب من دروغ نمیگم بفهمیدین بله همین میترک بخونین که ما از این جنجال بگردیم خوبه اشتر دختر شما زویده خوبه شکر الحمدلله کنیم یا نه هنوز نمزادار نکردم نه چرا نزبادار نشده نه نمزادار من نزبادار نشده ما چون ما با هم ننه میاییم با آه اشتر نمیم نام خدا شاخ سوری تو سعی کن میگو یک متر برق خونده نمیتونی دیگه تو دیگه چی بکری دیگه بچه من دیگه تانی ندیم شما دیگه ماما کی شما اشتر بچه من تانی میده که متر برق خونده نمیتونی ای فازی بچه من نکرده خب اگه متر برق میخونی که چرا نفر میاد خب من گفتم شما بخونی بیتر ازی کرده آنه چیزه ما داده به مادر تو گفتم بیا بخود سرینی نماده گناه چی دیگه یعنی سه بدل میدیم به من خدا حال رزیم شما از تو جون بیتر میبینم بیچاره که ببینم یار دیگه نه کار باشو بیای من میترسه کنیم ماما یک دفعه بیای